یک سلامی خاص دوستای سریا جان. امیدوارم در هر کجای دنیا هست خوب و خوش و سلامت و سرحال باشه. دیگه آمادم خاله سریا جان اتقدم دیدنی بله اول که مو یک خوش منی از نزدیک. البته ما خیلی برنامه‌اش را دنبال می‌کردم. یک زن موفقه، یک یوتیوبر موفقه، گفتم خوشش از نزدیک گوش کنم. دیگه امروز هم تصمیم گرفتم که بریم از نزدیک دیدن کنم. با عرض سلام و ادراک خدمت یک شما خوبان و عزیزان که در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سلامت باشین. ما شکافه جان سلام علیکم دی البته دور از چشم شما. بازم خوش آمدین در ویلاگ مشترک شکافه حسنی و سریا تلاش. امیدوارم که این برنامه بلده شما خسته کننده تمام نشونه و تا آخرین لحظات برنامه را قنجقی از ما باشین و پرحرفی های از ما را تحمل کنین و ناگفتنم نه که نماز و روزه شما قبول درگاه حق باشه انشالله و عید ریزه یا عید سید فطر را بلده تمامی شما خوبان و عزیزان در هر جایی که بیننده یه ویدیو هستین تبریک و خجستباد میگیم. خیلی خوشبختم. البته شکافه گفت که ما هنوز از نزدیک یک دیگه خروش ندیدیم. چقدر خوب است و عصر تکنولوژی خوشبختانه که آدما را از جاهای دوری با هم وصل مونه و نزدیک مونه. خیلی خوشبختم که میرقم شما هم قنجقه از ما هستین. ما خوشحالم که در کنار شما ایم امروز. دیگه عید را در همه دوستان عزیز چی در افغانستان چی در خارج در هر کجا هست تبریک میگم. انشالله یک عید خوب و خوش کنار فامیلای خوب کنار کسایی که دوست دارد داشته باشه انشالله. بازم عزیزانی که در هر جایی که هستین امیدوارم که از نگاه های پرمهرتان ما را محروم نکنین و همچنان اجازه ندیم که یه روزای شما یک چکنه غم بلده شما پیش باید. امی رقمی که مسخندی طلبای شکافه است و شما هم همیشه رقمی جاری و بهاری باشن. البته نگفتنم نه کسایی که در قسمت جایی که نو بهار شدن. امیدوارم که فصل بهار را در فال نیک بگیرین بلده خوب و بهترین سال را پیش رو داشته باشین. دیگه دوستا ما هم شنیدم که سریا جان یک شاعره. نه البته خواهشونم ما هنوز شاعر نیستم. یک نفر در من گفت که سریا یک شاعر خیلی خوبه. نه هنوز ادعای شاعری ندارم. شاعری کجا و شعر کجا و ما کجا. البته گهگاهی فقط در حد یک گستاخی البته در حق شاعران بودیم. بیشتر از اون نه. هنوز خیلی فاصله داره. یعنی رای از ما خیلی دوره قدر دوره تا یک ما در اونجا برسم شاید خیلی وقت در بر بگیره و این از مهربانی شما که البته ما که هنوز شاعر نیستیم و شاعر میگیم. دیگه ما یک نفر گفت یک شاعر خیلی خوبه. خوش شاید از لطف و مهربانی از اون نفر بوده که خواسته کم ذره بلندتر جلوه بده اگر شو رقمی نیستم. انشالله کسایی که از مختلف آدرس ها ما رو بیننده بودن و چی از طریق تلویزیون ها بودن و چی از طریق مختلف چینل ها بودن و مختلف آدرس ها بودن شاهدی از این هستین. البته شعر یک چیزی نیست که آدم بگه که ما رو باید یاد بگیرم. شعر یک احساسی است که خودانه یا سرخودانه بگه جاری میشه و گهگاهی میه و تو فقط اونما قدر حق داری که اونا را در قالب ادبیات سمسه نوشته کنی. بازم تو کنی یکی عزیزان و کسایی که میخوانن جز قضاوت اونا دستی که دارون ندارن. ما هم چون چرا سرسده های اضافی البته اگر سرسده های اضافی بلده شما بود دست بزرگوارت ما ببخشید به خاطر از یک هوای اینجا که ما در این محیط هستیم یک کم ذره میتر گرم شده یا نمیفهم که ما زیر تاثیر شما رفتیم. به هر حال یک کم ذره میتر احساس اون آدم که خیلی گرمیه از ما خاطر ورسی و در شینا و باز هست که تا کم ذره هوای تازه باید. خب شکافه جان از بود که فعالیت های تو روزای عید چطور تیر شد؟ البته یالی که روز اول و دوم عیدم که نیسته. روزای اول و دوم عید کجا بودی و چطور گذشت؟ خیلی خوب تر شد. روز اول عید که خانه ماماهای رفتم خانه خالی رفتم. دیگه روز دوم شدیم در خانه دیگه همش مهمانداری بود. مهمان آمد دیگه. امروز هم تا چاشت در خانه فامیلا رفتیم. امی جبرائیل چاشت هم خانه دختر کاکایم بودیم دیگه. بعد از ظهر بازم مهمان داشتیم. باز از اون مهمانا که تمام شد این طرف آمدیم. خب صفا آوردیم. قدمای شما گلباران خوش آمدین.
که شکوفه گفت که در روزای عید فقط مهمان داشتیم. چقدر خوب هستن. فقط در روزای عید نشنه که آدم بگه فقط منتظر ازی بشه که عیدشونه، براتشونه و تویشونه و نمیخوام یکان چیز دیگه شونه، فقط از فامیلا وال بگیرن. مهمی است که آدم از اقارب و از نزدیکان همیشه دید و بازدید داشته باشن. اگر یک دفعه یک اندک فاصله ایجاد شده دیگه این فاصله قرقره زیادتر شده. اما هم زیاد است. آره. دید بازدید نیه دیگه می ایدا فقط دیگه خوشون نیه. خب البته ایران بگیم که از خیر سر تکنولوژی اگر تلفن امروز کمتر ما بود یا کامپیوتر کمتر ما بود یا اینترنت به اون نحوی که باید استفاده میکردیم استفاده نکردیم و ما هم از یک مسیر غلط در او اشتباه رایی هستیم که زمان خاطری باعث میشه که کلگیزم دور باشه. ولی بازم خوشبختیم که لااقل امروز ما شکوفه البته کسایی که در فضای مجازی فعالیت دارن یک جای هستیم و از این طریق با هم آشنا شدیم و خواستیم که آشنایی قنجقه شما هم بگی خدا نکی دوام بیره و نشنه که فقط یک روز باشه و خلاص شده و بره. خواستم که اگر مورا حمایت کنه دیگه ادامه پیدا منه انشالله. نه بدون شک از یک توقعی که در مختلف برنامه ها داشتم نه که فقط قنجقه زنا یا قنجقه دختر خانمایی که همچون شکوفه اینا فعالیت مونن شما همکار باشین یا یکی تشویق بکنین. خب همیش کسایی را که میبینیم که یک گام پیشتر است. هر نفر بلدی از ما شما یک دانشگاهی با هر نفری که سر و چهار میشیم، هر نفر که قنجقه از ما شما نو آشنا میشه، هر کدامش یک کتاب و یک دانشگاهی. اگر متوجه باشیم با هر کسی که روبرو میشیم یک کاراکتر خاصی از خود داره یا یک روال خاصی از خود داره، یک رقم خاصی داره نه؟ حتی می رقم برخورد و طور گفت و اینا فرق مونه. از اون خاطر اینا که است بلدی از ما یک دانشگاه پس چه خوب است که آدمایی که مفهمین که مفید است در جامعه اینا حمایت شنه و بال برشنه تایی که امین نسل بعدی که از پشت سر از ما رایی هستن اینا یک چیزی مثبت و خوب را یاد بگیرن. البته یک چیزی هستن که امروزه ما فقط عادت کرده فقط ما عید و برات شونه و خانه یکی دیگه بریم یکی دومنه که فقط می ده گفتی دیگران سعی مونیم باش فلانی چیز مگه فلان چیز مگه و ما باید چیز کار کنم تایی که ما یادت را خلاص نگده، تایی که کنه و کدرت ها را ما خلاص نگده، تایی که میسیالدری را خلاص نگده هیچ وقت در موفقیت و پیشرفت نمرسی بگمانم. خب سیالدری باشه سر جایشی البته از لحاظ مثبت شی مثبت چی رفتم که فلانی مثلا شگفه ما را درس میخوانم ما چرا نخوانم یه رقابت مثبت یعنی باشه. هیچ وقت از رقابت های منفی استفاده نکنیم. گرچه روزای یه دسته و گپا از من خیلی فلسفی گونه شد سیاسی شد به نظرم. خواست ریا جان بگی از این بگی که چند وقت در یوتیوبی چی باعث شده که یوتیوب بایی؟ البته خوابی برمیگرده که ما باید بیوگرافی خبردیشون مختصر بگیم. خب حقا دارن از اینکه اینا شاید نشناسن و نه و آشناشتن به گفته خودونچی. من خیلی زیاد وقت هم شد تقریبا بودم شاید اضافه تر از 16 سال شده که من در فضای مجازی یا که در بین رسانه ها بودیم و هستیم. نه تنها در چینل ها در مختلف رسانه ها بودیم و در مختلف روزنامه ها بودیم و هفته‌نامه ها بودیم و رقمی دیگه تایی که رسیدیم در امروز هم که زیاد فعالیت نمونیم فقط در حد یک تفریح گهگاه که میبینیم که جا باش نه یک جای خالی بلدی از ما پیش ناید در اونجا بخوایم که باشیم لااقل از یادی کسایی که حمایت من کردن نریم. من تقریبا از صنف 6 به بین مردم هستم که خب بازم خیلی خوب است. نمی که هر کسی یک انگیزه یک هدف داره یعنی بلدی آدم خیلی مهم است. حتی روز که باز میشم یعنی گل صبح که میشم آدم هدفش مشخص مونه نه؟ هدف نداشته شه که جای نمیرسه به هدف باشی تو مثل از این که در یک سرک رایی هستی و آخر از سرک دورایی میشه در سر از دورایی مملک ممیل در کدام طرف ازی باید برو. مهم اینجا که باید هدفهای از ما و شما همیشه محکم باشه و پشت هدف خوب باشیم. مهم اینجا که حال دل آدم خوب باشه. اگر حال دل آدم خوب نباشه دیگه هم از انگیزه و از هدف و از مسیر خواست تمامش درست رایی هستن.
اگر متوجهش داشتیم که معمولا همی گنجش که مرخکن ریزر کنه گوش کدنه دبلی یک دل شاخه که میشه چند ثانیه از طرف همسه سر کنه ای که حال دل چه خوب هستن دمو یک ثانیه امکان داره بیشتر از 10 یا 20 بار چشمک بزنه یا پیل خراب کنن ولی اوی که حال دلش خوب نیه هر دویشی با یک چهره و با یک رقم دبلی یک شاخه ششتنه ولی چون حال دلش خوب نیست شاید در بین 10 دقیقه یک دفعه بله پیل بزنه پس تنها وجه مشترک از یار بچیز خیلی مو پارایش است کردیش میتونه پرواز کنه ای که حال دلش خوب است ایم میتونه یال پرواز کنه و وی که حال دلش خیلی خوب نیه اون مو امکان داره که بعد از دقیقه 20 دقیقه پرواز کنه پس خود از دست ندین و همیشه خیال پرواز رو داشته باشین انگیزه های مختلف را بلده پیش بیرین هیچ وقت غم دیگرو نشین که باش چهار دوبار از من چیز میگم یک رسم دیجرگه در بین از شما است البته کسی بر نخواه شاید واقعیت های جامعه باشه و حتی نمی چادر اخرا که مبشم در فکر ازی شاید شوا و روزا فکر در بله زمین درگیر باشه که باشه میر فلانی چیز میگم این رنگش از دل دیگرو است یا نیست ما رو باید چه رقمی رنگی بلده مردم زندگی خب اینی مشان زندگی تو 14 دست دیگرو تاول منی که خاطر خیلی دور میشه هویت آدم بیانگری رگ و ریشه آدم است توی که حافظ هویت خوب باشی توی که یک چند قدم پیشتر و تاریخ سیل کنی باز آدم یاد میگیره که باید آنمون رسم و رواجی گینگی خرا زنده نگاه کنه امروز باید مدیون مهاجرین باشیم که بروز کشور بودن اینا کسایی بودن که در حفظ فرهنگ و حفظ رسم و رواج خیلی کمک کردن که قنجقه عینک دیگر نباید کشورهای دیگه سیر کنیم نه در چرخک باید دنیا خود گم نکنیم خب این امروز که منظور از من اینجا بود که چه رقم رسم و رواج داریم خب اینمیه که مو رسمای گیرر نگاه کنی از امو دید و بازدید گرفته تا بوس را پخته دو و تا لاچپیرو برده و مثلا لاچپیرو نیدی منظور من تا امو دسمال پس گرفته و اینا کلگیش نگاه کنی شالی که تقریبا 2 دهه پیش رواج بود پس رواج شده چقدر خوب است اینمی اگر جایزی مثلا یک پنجابی بود اصلا اینمی زیبایی از خود خرم نمیداشت خوشبختانه که امروز یک کم میتونستیم که ارزش های معنوی هویت از خود خرم بفهمیم و جای بدیم و ما هم حافظ ازی باشیم شما هم کوشش کنین که دولادای خیلی چیزا رو یاد بدین که از امو اصلیت با خبر باشن از شگافه پرسرم میگه وقتاش ده که دایید شوق داشته که مو خینک نه و خینه دیدیش چی نبوده شه و خشم بوده شه نه تا حالی که نشده البته ما خود من گل کشیدن گل نمیتونیم بکشیم همین ایدم خینه منوز کیف نیه کجا رفتم یک نفر پیدا کنم دم خینه بکشم ولی نشده نکشیدم دزی شما چه قسمشان کشیده دیگه تا وقتی که مو رضا بدیم ما یاد میه آبه خینه میکرد خینه میشته دیسمو باز مو دیس خیلی میگرفتی سود برم شدی تیز مرافت میشیش که اسکی پر رنگ شده شاو شدین دفعه و دخواه دم که باش بار بدن سود تا بار میشدی مرافت سیم که اسکی پر رنگ شده دیگه زمانیات چه بخیر دیگه عالمی دزید دنوس خینه نگذارید خلاص شد رنگ خینه معمولا بنده شاد بودن آدم ها استفاده میشه مرقمی که در عروسی یا در توی واجب است که باید دست خینهش نخینه باشه چون رنگ خوشایند است یک رنگ عشق و محبت که باید همیشه نمور آدم داشته باشه این از این خاطر گفتم که دایید بعضی کسا دیدیم با کلون آدم میگه که دایید بیشتر کسی خینک نه خیلی ثواب خطرش نکنه ثوابش که سر جایش باشه ولی خیلی خوب آدم خب شگافه بار قوی بخیم منده کلی که پارک ما بگیم پس شگافه در این تو بلده صده بخزمشتی ما کم حرفم دیگه حالی شما دیدم دیگه که سهل مکدم خیلی میتپره حرف خیلی میتپره انرژیه ولی نمیفهم امروز گرمی قدرش ده یا یکی مندهش ده اصلا امرقم کرخ نمزی حرفای شما خوش ممدم ترمخ شده بخیر نه خیلی نمیرقمی که نیسته خب شما ملاقل یک چیزی بگین یک انتقادی کنین یک پیشنهادی کنین که بلیو داره آدم گفته بار کسایی که اینج تو من خوبیم یک دفعه مندم شه کی چه قسقفای تکراری میگن دیشب یک از دوستا لایفم داد در اینستاگرام نه ما رفتم من پس من شناختم سلام کرد گفت که خوش باشیم اینجا نبود کشورهای اروپا خوش باشیم شما عید میگیرید ما یک برنامه از عید ثبت کردم میشدم
برنامهشون دیدم خوشبالشون شما در هرات خوب عید میگیرید و اینجا کس ما عید نداریم دیگه تر دل من سوخت. خب دیگه این رو باید مدیون آوارگی و غم غربت و غم مهاجری باید باشیم. اگر آوارگی نبود، اگر بیچارگی نبود و غم غربت نبود، امروز کسی حسرت دوری از وطن را یا حسرتی از اینکه عید و برات نداره را نمیخورد. البته این زیاد دلیل نمیشه. بعضی کسا هست که ما اصلی خرا پرموش نمونه در هر جایی که هستن امو رواج خرا مکم میگره. اما تا یک دو نفری که هستن در بین خود میگرن، نه یک دو برات حال میگرن. این فقط بستگی در خود آدم داره که خود آدم چقدر تلاش مونه، چقدر خود خورا مدیون جامعه و رسم و رواجا و اینا میگرنه که باید امو عید برات خورا دیشته باشه. نه؟ به امید از روزی که کسایی که حسرت دوری از وطن مخربای یک دفعه در دید و بازدید کنه، از هر جایی که هست، از هر دیو و دیار و از هر قشلاقی که هستن، پس دمو اینجا باین و پس دمو رسم و رواجای گینگی خود ادامه بدین. مهم نیه که آدم رسم و رواجای گینگی خرا نگاه کنه ولی خود خرا قنجقه عصر زمان وفق ندیه نرسونه. نه؟ ما هر قدر که قنجقه عصر تکنولوژی پیش بریم اگر از اصلیت خود دور باشیم هیچ معنی و مفهومی نداره. ما مخالف از این نیستم که شما پیشرفت نکنین، مخالف از این نیستم که شما دیگه زبانا رو یاد نگیریم، دیگه پیشرفت رو نکنین. پیشرفت داشته باشیم، دیگه لسانا رو یاد بگیریم، اما قنجقه‌اش لحظی از خود گروه را فراموش نکنیم، اصلیت از خود فراموش نکنیم. این برمیگرده دمو فامیلات، دمو خانوادگی. البته شنیدیم که یک زبان مثل یامیانه است میگه که عقلی که ده 7 سالگی ده 7 سالگی نیست، تربیتی که ده 7 سالگی میشه ده 7 سالگی نمیتونه آدم جور کنه. و چیزی را که تو در بین 4 و 5 سالگی میتونی در ذهنی کودک خوب بنشینی، در سن 14 و 15 دیگه نمیتونی. این از اختیار است دیگه بوره. فقط اونمو زمان بخشی است زمانی که اینا نو ادبیات رو یاد میگیرن، نو گپ گفته و راه رفتار یاد میگیرن، کل چیزا رو در ذهن نشین کنیم تا اینکه اینا شخصیت سازیشون یکم ذره احترام و ارزش ها رو یاد بگیرن و اینمی رقمی برخورد تا یاد بگیرن. که آدم نشنه که صبح روزی که از یه جای فارغ میشه پرسان کنه که تو اصلیت تو چی بود، رشته تو از کجای بوده، ولی من نمیفهمم، فقط نقص خبر دارم که آتاوی مثلا جای است. نه؟ این چیزایش خیلی باید محتاط باشیم، رویش کار کنیم. تشکر می‌کنیم از شما عزیزان. البته که به نظر برنامه هم خیلی طولانی شده. سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما خوبان و عزیزان که در هر جایی که هستین بیننده برنامه‌های از ما و ویلاگ مشترک شگافه حسنی و اسرای تلاش هستین. مختلف برنامه‌ها را بیننده باشین. چشم انتظار نظریات، پیشنهادات و انتقادات سازنده یا شما خوبان هستیم. شگافه هم یک ختم بخیر داشته باشه. خدا عزیز، تشکر تا اینجا از ما همراه بودید. خیلی خوشحال شدم که کنار سریا جان بودم، از حرفایش استفاده کردیم، شنیدیم، خیلی چیزای خوب گفت. دیگه کامنت های خوب یادشون نره، همین کامنت هایشون باعث میشه که ما انگیزه بگیریم ویدیو بازم جور کنید. دیگه تشکر تا اینجا از ما همراه بودید. تا یک ویدیو دیگه خدا یار و نگهدار. سپاسگزارم عزیزان. امیدوارم که مثلث اندوه هیچ وقت دبل پیشنی شما نقش بسته نکنه. در هر زمان، در هر حالت، در هر شرایطی که هستین فقط متوجه حال و احوال خودتان باشین. جز خودی از شما دیگه هیچ کس نمیتونه که حال دل شما را خوب کنه. پیشترم یک مثال زدم بلدشیم. امیدوارم که حمایت های خود را دریغ نکنین از آدرس شگافه حسنی. باز هم تا سلام و کلام دیگه که در خدمت شما عزیزان از یک آدرس دیگر یا از یک ویلاگ یا برنامه دیگر حاضر خواهد شدیم. همه شما را تا ولی الله یک تا به هم تامنیم تا درود دیگر بدرود.